سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ به کانال خودتون خوش اومدین. همونطور که از تامنیل و زیر نویس و اینا دیدین، میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهمی باهاتون حرف بزنم برای مخصوصا دانشجویان و نودانشجویان عزیز که تازه از محیط مدرسه وارد محیط دانشگاه میشن. خب بحث مهمی خوابگاه و چه وسایلی نیاز داریم برای خوابگاه. اینجوری بگم بهتون که خوابگاه یه شمشیر دولبه است. میتونی دوستی‌های خوب، شرایط خوب، حتی کار خوب جور کنی باش، با رفقای خوب که به دست میاری، یا به خودت آسیب بزنی. واقعا ممکنه که به خودت هم آسیب بزنی. در مورد شرایط زندگی تو خوابگاه تو ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم، ولی فعلا علل حساب این وسایل مورد نیاز رو از من به یادگار داشته باشین که چی میخواین برای زندگی. راستیتش وسایلی که برای خوابگاه نیاز داریم خیلی رابطه مستقیمی داره با مسافتی که داریم با خونه. یعنی اونی که خونش نزدیکه، اینجوری بگم بهتون که وسایل کمتری میاری دیگه طبیعتاً، ولی اونی که خونه‌اش دوره خب وسایل زیادی باید بیاره. ولی اینو در نظر داشته باشین که توی اتاق 6 نفره، 8 نفره فرهنگیان، حتی 14 و 16 نفره و بعضی اتاقا مثلا 2 نفرن باید زندگی کنیم. ما خودمون توی یه اتاق 3 در 4 6 نفر زندگی میکنیم، پس نمیتونی اتاقتو جمع کنی و بیاری. وسایل خوابگاه به چند دسته تقسیم بندی میکنم. مثلا وسایل بهداشتی، وسایل خواب، وسایل الکترونیکی، خوراک و پوشاک. چند دسته مهمه. مثلا کدوم شروع کنم؟ به عنوان مثال وسایل خواب. خب بعضی از خوابگاه ها اولا دوشک دارن، بعضی هم ندارن. خب فرق میکنه. مثلا خوابگاه ما دوشک نداشت و مجبور شدیم که از خونه بیاریم یه دوشکی رو، و یه بالش میخوایم، پتو میخوایم، یه ملحفه برای زیر دوشکتون میخوایم قطعا که کثیف نشه و به چوبه نخوره. پتو بیارین اگه تو مناطق سردسیری هستین، پتوی کلوف. اگه تو مناطق گرمسیری هستین خب پتوهای نازک هم هستن دیگه، میتونین از اونا میتونین از اونا استفاده کنین. بعدش برای پوشاک بیام بچه‌ها، ببینید پوشاک هزینه‌اش بالاست. من جلوترم میگم که چه چیزایی اینجا بخریم، ولی بهتره که پوشاک اساسی خودتون رو بیارین قطعاً. مثلا اینجوری بهتون بگم که یه سری وسایل و پوشاک رو میتونین اینجا هم تهیه کنین، ولی مثلا تو منطقه سردسیری مثل تبریز هستین، خب کاپشن نیاز دارین قطعاً و اینو تهیه کردنش خب هزینه گزاف و بالایی داره برای دانشجو. پس بهتره که اینجور وسایل رو بیارید. و منطقه‌ای که بازم خوابگاهتون هست و دانشگاهتون هست خیلی مهمه که دقت کنین. در نتیجه ببخشید، در نتیجه لباس رو بیارین حداقل، و بعدا خواستین خب تو شهر مورد نظری که هستین میتونین لباس هم تهیه کنین. یه دست لباس اداری مهم داشته باشین که جلسه مهمی اینا شد بپوشین و اونا دست نخورده باشه. بعدش لباسای عادی دانشگاه یه جوری پوشش هم داشته باشین که حراست بهتون گیر نده دیگه. واقعا یه دست لباسای مهم اداری داشته باشین، قطعا یه جلسه اینا هست لازم میشه. بعدش لباسای روزمره، لباساتون جوری نباشه که حراست گیر بده، چون حراست گیر دادنش رو مخه. خب اینجوری میگم، بعد اون روزتون خراب میشه دیگه. پوشش دانشگاهی، حالا مثلا خودتون میدونین دیگه چه جوری بپوشین، به هر حال محیط آموزشیه. خب بیشتر وسایل بهداشتی رو من از اینجا میخرم. چرا بیارم؟ واقعا خسته میشم میارم. من مثلا شامپو و تاید و اینا رو از اینجا میخرم دیگه، وگرنه کسی که شامپو خاصی میذاره، حالا خانوما چندین و چند تا شامپو بدن و نمیدونم
اسمشون هم بلد نیستن دارن. خب بهتره که خانوما بیارن، بازم حیزیر نکنن. این مانی جیب دانشجو واقعا محدوده دیگه. آره یه تشتی بیاریم برای لباس شستن، تاید و بعد مایه لباسشویی و شامپو، مسواک و خمیر دندون یادتون نره. بعدش مام و اینا وسایل بهداشتی بعد حموم هم بهتره که استفاده کنید، دئودورانت و اینا. اینم از وسایل بهداشتی. موند وسایل الکترونیکی. وسایل الکترونیکی رو من دو دسته میکنم. یه وسایلی که سیمن، وسایلی که فلش، آداپتور. من اینا رو تو یه باکس خاصی داشته باشین که دیگه هی دنبال وسیله نگردیم، بدونیم که کجا گذاشتیم. بعدش یه سری وسایل دیگه هم الکترونیکی سخت افزارم مثل لپتاپ و تبلت و اینا که خب اگه نیاز داشتیم که قطعاً 90% مواقع نیاز میشه، اونا رو هم که جدا داشته باشین دیگه بیارین. حالا یه چمدون هم میخواین، یه کوله هم میخواین. امنیت خوابگاهه. ببین از قدیم گفتن مال خودتو بپا، مردم رو دزد نکن. خب اینجوری بهتون بگم که خب نگین که هیچی نمیشه. وسایل مهمتون رو بهتره که تو کمد بذاریم و اشیای خیلی قیمتی رو اگه نیازی نداریم واقعا نیاریم، چون یه مکان عمومی زندگی میکنیم نه یه جای مخصوص برای خودتون. بهتره که وسایل خیلی مهم قیمتی رو با خودتون نیاریم اگه لازمش نداریم، چون که نگهداریش سخته. قطعاً روزای اول تو اتاق شکل نمیگیره، یواش یواش دوست پیدا میکنین. بهتره که وسایل قیمتی رو نیاریم. حالا بازم میگم باز به خودتون بستگی داره و همیشه مواظب وسایلتون باشین. اعتماد یه شبه ایجاد نمیشه و یواش یواش ایجاد میشه. یه سریز وسایل هست که حتما باید بیاریم، به عنوان مثال فندک یا کبریت. یکی از این دوتا حتما برای روشن کردن اجاق نیازتون میشه، حتما بیاریم. بعدش کارد و چنگال و بشقاب و قاشق و اینا نیاز میشه قطعا. که یه سری وسایل رو اولش میاریم، بعدم یه ترمای بعدی که با دوستاتون هم اتاقیاتون رو پیدا کردیم و دیگه با اون اتاق گرفتیم نیازی بیاریم. مثل رخت آویز من ترم اول آورده بودم، ترم بعدی با بچه‌ها قرار گذاشتیم یه نفر دیگه آورد استفاده می‌کنیم. یا مثلا آینه، خب یا مثلا همین تشت حمومو یکی از بچه‌ها آورده ما عمومی استفاده می‌کنیم. وسایل خوراکی مشترک مثل روغن، مثل چای، اینا رو هم ترمای بالاتر بریم و رفقاتون قرار می‌ذاریم برای اتاق می‌گیریم دیگه، نیاز نیست که برداریم این وسایل رو بیاریم با خودتون. بعدش جونم براتون بگی که خیلی از مواد خوراکی تقسیم بندی میشه بین بچه‌های اتاق تو ترمای بالاتر، ولی اولش بهتره که بیارین یه کوچولو با خودتون تا با بچه‌ها وفق پیدا کنین. مثلا روزای جمعه و پنجشنبه شب غذا ندارین از سلف، به خاطر همین این وسایل رو و این شام و اینا رو روزای پنجشنبه شب و جمعه کلا غذا نداریم. برای همین با بچه اتاق جمع میشیم یه چیزی دور همی، ماکارونی مثال، بعدش سالاد ماکارونی، املت با رب با املت. دیگه واقعا نمیدونم کدوم غذا رو بگم، نشوفی دست بختم خوبه ولی آره خودتون درست میکنید. پس تابه و قابلمه نیاز داریم، ولی این ولی خیلی مهمه. ما مثلا الان حالا قرار گذاشتیم برای اتاقمون یه سری وسایل خودمون گرفتیم، یه سری وسایل رو
بچه آوردن یا خودمون آوردیم تقسیم بندی کردیم، مثلا کتری رو یه نفر آورده، تابر رو یه نفر آورده، قابلمه رو یه نفر آورده، دیگه تقسیم کردیم بین خودمون وسایل رو. چرا من هی 20 کیلو وسایل آشپزخونه با خودم بیارم ببرم؟ چرا؟ آدم خسته میشه. خب به این مواردم دقت کنین، ولی اولش شاید واقعا نیازتون شد، پس بهتره یه کتری کوچیک اگه چای خور هستین، یه قابلمه کوچیک یه نفره، یه تابه هم حتما بیارین. ولی خب میگم باز شاید بعدا نیازتون نشد. یک لحظه. اوکی. الان ببینم چی به چیه. واقعا حالا اینجا شد اتوبان. ای بابا. خب اینجوری باشه که لباساتون یسا لباساتون اینجوری باشه که لباس اصلا من حرف میزدم چی میگفتم؟ آره چی بود نمیدونم چی بود. آره دست بس شد.